قانونیت و ترتیبات جمعیتی، یعنی ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی می باشد. اگه بچه‌ها یا 21 سال یا عمر خودم داده همین هم حقیقت است. کنی حقیقت کنی یا گودینانه کور کنی کجا است؟ گناه کرده اینو همین پاکستان خونده گناهکاره. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی می باشد. در یک شو هم بچه‌ها کیسان کشتن. بر ایله قبیله ساعت 9 و 10 شو قبیله‌ام گیرم بودن همچون دزد افور می‌کردن. خودش دختر کار میکرد. بچه چیز خیلی دزد نبود. دادرم ای دوشنبه مد زنگ زد که اکا خیم لیسا خونه برای که بچه را کشتیه. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی می باشد. حمزه کنزوده اومد رو وردن یا پیش من نگاه کردم یا دستی چپش تو نیمی دست شپوری خون رفته سرش با قدرت یولو کو دوبینکا کتی کو زدگی درومدگی ایده همی سرش بانو میولو درو وردنش محکم کردن برو مدن رفتن 2 ساعت پس لطفلو محمود جامون دولتمند شیراوگان کتی مظفر میاد توشتیمیروف میگه در اوی که در اوی مکینه توشتیمیروف میبرو راشه توشتیمیروستان اخی گیرچ کدگیان و کلینی موندگیان پریمیرنا 5-10 میلیون نم خلیل جستوک زدگیان اویا زده استابلن با اخیر دا اوز بروما در طرفی رستش ای قفوش خون بسیار ریخ و جیگرم کافی دود زده جیگرم کافی دود زد ناروشیکو توشتیمی رو سر داد وی کد ناروشیکو شد کامیرا دا محکم کد 16 سپتامبر هر شاو نمی همزای کنزودا بانو میولو دود میزد جیگرم کافی جیگرم دار کسی نه помощь вообще بانو میولو یگم دختر نمیاد اخی بانو میولو پاتسان همونجا که مرده است یکم یا بور خالم یا دختر بیا سوزی نازی هم خالی چی خیلی هم یا پرسش چی خیلی سلامتیش خوبه ایده باخیده. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی می باشد. ولایت قانون، رسالت و وظیفه جانی مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی